أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و هموطنان بسیار عالی قدر، خداوند مهربان همه شما را عمر دراز، وطن صحت و توفیق را رفیق نصیب و روزی گرداند و در هر کجا که شما هستین پروردگار از تمام آفت و بلا شماها را در امانش نگهبان باشد و رزق و روزی فراغ و حلال برای هر کدام شما خدا نصیب و روزی گرداند و تمام بندگان مؤمن را پروردگار بزرگ از آفت و بلا و فتنه ها خدا نگهبان باشد. دوستان عزیز، یک حدیث را الحال به گوش شما میرسانیم از گفته رسول خدا صلی الله علیه و سلم. صحابه ها به گوش ما و شما رسانده‌اند. حدیثی که بسیار بسیار در حیات ما و شما لازمه هست. این حدیث نه تنها برای دستگیری قیامت، بلکه در همین حیات امروزه ما و شما بسیار بسیار برادر عزیز لازم است. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام ترمذی به روایت حسن روایت کردند، حضرت معاذ بن جبل و ابوذر رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث را روایت میکنند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث سه نشانه خوب را، سه عمل نیک را برای امت خویش تعلیم کردند و در این سه عمل برادران عزیز سعادت دنیا و آخرت جمع است. هر کسی این سه نشانه را داشته باشد او هم در دنیا زندگی نیک دارد هم در آخرت. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم گفتند اتق الله حیث ما کنت و اتبع السیئة الحسنة تمحوها و خالق الناس بخلق حسن رواه ترمذی. دوستان عزیز، در این حدیث سه عمل برای خواب بنده مؤمن پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعلیم کردند. حبیب خدا گفتند اولین چیزی که شماها باید داشته باشین بندگان مؤمن، این ترس خدا باید باشد. اتق الله حیث ما کنت. حبیب خدا گفتن ای خدا بترس، ای بنده خدا در هر کجا که باشی. در حیث ما کنت برادر عزیز، علما در شرح این لفظ زیبا گفتن مقصد از حیث ما کنت فی ای زمانین و مکانین، در هر زمانی و در هر مکانی باشی. ای خدا بترس. خدا ترسید خاصه مسجد نباشه، خدا ترسید در مابین مردم نباشه، خدا ترسید در ماه مبارک رمضان نباشه، بلکه در هر دور و زمان و در هر کجای هستی از خدا بترس. این سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خدا ترسید باید در تو باشه. تو باید خدا را همیشه حاضر و ناظر برای خود بدانی. تقوا برادران عزیز، خدا ترسی خاصه یگان زمان و یگان مکانی نیست. چی در تاجیکستان هستی، چی در روسیه هستی، چی در عربستان و امریکا هستی، خدا با تو هست. خدا ما را میبینه، باید ما از خدا بترسیم. و تقوا برادران عزیز، میدانی چقدر در حیات ما خوبی ها داره. آیه قرآن است، پروردگار مهربان
ما رو میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. پروردگار مهربان نتیجه تقوا و خدا ترسی را به ما بیان میکنه که ما از خدا بترسیم. آیا فقط برای قیامت نتیجه هست؟ خدا ترسی آیا فقط برای بهشت به دست آوردن است؟ نه برادران عزیز، اون مکافات کلان شای بهشت، اما مکافات تقوا در همین دنیا هست. خدا میگه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر هر دیاری را مردمش از خدا ترسیدن و تقوا را پیشه کردن، خدای مهربان میگه لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما دروازه های برکت را از آسمان و از زمین دروازه های برکت را در زندگی او باز میکنیم. تقوا برادران عزیز بسیار خوبی در حیات زندگی ما داره. برکت در امر خودمان، برکت در رزقمان، برکت در کسب و کارمان، برکت در فرزندامان، برکت در اهل عائله‌مان، برکت در تمام دیار و سرزمینمان از حساب تقوا و خدا ترسی ما پروردگار میریزانه. این نتیجه تقوا هست. در کجای باشیم برادر عزیز، خب حال ماها در مابین مردم باشیم، در پیش پدر و مادرمان باشیم، از خدا میترسیم. در تنهایی و در جاهای رفتیم که ما را نمیشناسن، اونجا خدا ترسی ما بسیار ضعیف میشه. علل خصوص برادرایی که بیرون از دیار از نزد پدر و مادر دور میروند و خبر میشیم که در اونجا عرخور میشوند، در اونجا بنگی میشوند، دزد میشوند، بعد میگن زندگی خوب نداره. برادرایی که در مهاجرت هستند، اینها باید بیشتر از خدا بترسند. باید همیشه خب در فکرشانی باشه که الله اونها را نظر داره. دوم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن دوم چیزی که در این حدیث برای ما تعلیم شده است، حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن و اتبع السیئه الحسنه تمحوها. هیچ که بی گناه نیست، هیچ کس بی خطا نیست. ماها بعضا امروز خواب کسانی هستند که یک گناه قطعی انسان حکم به کفر میکنن، انسان مقصد بسیار پس میزنن. نباید ما چنین داشته باشیم. و این حدیث باید عمل بکنیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگفتن شما گناه کردین کافر میشین، بلکه گفتن گناه کردی، بعد از گناه حتما یک کاری نیک بکو. از پس گناه هیچ کس بی گناه نیست، هیچ کدام ما بی خطا نیستیم، همه ما خطا کار هستیم. خطایی کردیم، گناهی کردیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن بعد از اینکه شما مبادای مرتکب گناه شدین، مبادای شما سهو کردین، خطا کردین، گناه کردین، در و از پس او شما چیکار کنین؟ توبه کنین یا خب نماز بخوانین، یک کار نیکی را بعد از گناهتان انجام بدین تا که پروردگار به سبب نیکی ها بدی ها را از بین ببره. پروردگار مهربان در قرآن عظیم و شان ما را از نیکی ها خبر میکند که نیکی و کار ثواب چه خوبی ها داره. یکی از نشانه های کار ثواب اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. صدق الله العظیم. خدا میگه خب شماها از قسم روز و از قسم اول شب و از قسم اول روز نماز بخوانید. خب قسم روز در نماز پیشین عصر و شام است، از خواب قسم شب نماز بامداد و نماز خفتن. خب خلاصه 5 وقت نماز است. الله میگه شماها قسم از روز و قسم از شب نماز بخوانید تا که در این دوام شما گناهی را انجام داده باشین، از شما یک خطای گذشت. ان الحسنات یذهبن السیئات. خوبی ها حتما بدی ها را از بین میبرند. پروردگار در عوضی که ما خوبی کردیم، پیشکی یک گناه کرده باشیم، یک کمبودی کردیم، به سبب خوبی هامان، به سبب طاعت ما، به سبب بندگی ما به درگاه خدا، گناه های ما را الله میبخشه. یعنی این خوبی ها ما را به نظر میگیره خدا. در هر کجا باشین، اگر ما یک کمبودی کردیم، در باید توبه داشته باشیم، استغفرالله داشته باشیم، رو به نماز و به دعا بیاریم تا که خدا کمبودی ما را ببخشد. دوم تعلیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای امتش این است.
سوم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن و خالق الناس بخلق حسن، شما با مردم بسیار ادب خوب و رفتار خوب قطعی معامله بکنید. معاملتان با مردم با یک ادب بسیار بالا باشه. اخلاقتان با مردم نیک بکنید. هیچ وقت با مردم رفتار بد نداشته باشید. اگر اونها بدی هم کردن شما به نیکی جواب بدید. جوان مردی این نیست که ما در بدی کردن ما به بدی جواب بدیم. این جوان مردی نیست. جوان مرد همو از پهلوان، همو انسانی از انسان خوب، همون نفره را میگن که در مابین خلق بسیار بسیار ادب خوب داره، رفتار خوب داره، معامله بسیار نیک داره. حالی در درجه ایمانداری هم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. این حدیث صحیح برادر عزیز. حبیب خدا گفتن میدانه که کدام شما ایمانش کامل ترین است؟ همون نفری که اخلاقش بسیار خوبه. کسی ادب خوب داره، اخلاق خوب داره، رفتار خوب داره، با پدر و مادرش ادب خوب داره، با فرزنداش ادب خوب داره، با یار و رفیقش اخلاق خوب داره، خب با جامعه رفتار خوب داره، با همسایه‌داری و قومداری بسیار ادب خوب داره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن این ایمان بسیار کامل داره. ایمانی بسیار ایمانی کامل است، بسیار ایمانی نیک داره. هیچ وقت با مردم رفتار بد نباید ما داشته باشیم. اگر با ما بدی هم کردن، بد گفتن، بد رفتار کردن، بگذار پناهشون به خدا. ما مقصد بدی نداشته باشیم، بد گفتار و بد رفتار نباشیم برادر عزیز. علما میگن اثنان لا تذکرهما ابدا. دو چیز را هیچ وقت یادآور نشه. دو چیز را، یکی احسانک علی الناس و اساءتهم لک. یکم گفتن که خوبی به مردم کردی هیچ وقت یادآور نشه، هیچ وقت یادآور نشه. یا خوبی به مردم کردی. دوم اساءتهم لک، اگر بدی به تو کردن این هم یادآور نشه. روزی که مقصد امکانیت شد در روی آدم نکش بدیاشه، نگو که تو فلان روز به من اینطوری کردی، تو این مرا اینطوری گفتی، تو این خیلی انسانی. این جوان مردی نیست. این از جمله جوان مردی نیست برادر عزیز. میلش گذشت باید داشته باشیم، اخلاق خوب باید داشته باشیم، نباید ما بدرفتار باشیم. این حدیث سه چیز را برای ما تعلیم میکنه. یکی تقوا، یکی توبه و استغفار بعد از گناه، سوم برادر عزیز چی است؟ با مردم اخلاق بسیار عالی باید داشته باشیم. پروردگار همه شما را از این سه نعمت نصیب و روزی گردانه و همه ما و شما را خدا با تقوا و با اخلاق و همیشه در زبانمان استغفرالله گفتن خدا نصیب و روزی گردانه. پروردگار تمام مؤمنان را از آفت بلا و فتنه نگه بداره و خدای مهربان دیار ما و شما را و تمام روی زمین امن و آسایشتگی نصیب و روزی گردانه و اختلاف و پریشانی را خدا دور گردانه. خدای مهربان اتحاد مسلمانان را، وحدت مسلمانان را، خدای مهربان یک دیگر فهمی مسلمانان را در کره زمین علل خصوص در ملت ما همیشگی خدا نصیب و روزی گردانه. خداوند برکت را در این دیار و در رزق و روزی این ملت و در تمام روی زمین و در تمام رزق و روزی شماها خدای مهربان افزایش نصیب و روزی گردانه و قحطی و ناداری را از خاندان هر یک ملت و از خاندان هر یک مسلمان خدای مهربان قحطی و ناداری را دور گردانه. خدای مهربان همه شما را در پناه رحمتش نگهبان باشه. خدای مهربان خاتمه کار همه ما و شما را به خیر، ایمانامون را با سلامت خدا نصیب و روزی گردانه. آمین یا رب العالمین.